ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت 4 نفر با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی خبر داد. از ساکن 35 ساله دهه لاهور نویه رودکی سلیمان اسکندرов و ساکن دوشنبه اسکندر گلمحمدov سال تولدش 1991، فردوس شکورov سال تولدش 1994 و ساربان ایگمقولov سال تولدش 1995 در مجموع $5900 قلبکی از جمله 26 کپیور 100 دلاره و 66 کپیور 50 دلاره مصادره شده است. تشخیص این پولها نشان داد که آنها قلبکی بوده با استفاده از دستگاه چاپی رنگه ساخته شدند. در جریان تفتیشات معلوم شده است که گمانبر شدگان دلارهای قلبکی را که از روی شکل، حجم و دیگر صفتها به دلار اصلی ماننده داشته قلبکی بودن آن را معاین کردن دشوار است، از خارجه به تاجیکستان وارد کردند. در نتیجه تفتیشات پیشکی معاین گردید که ماه فوریه سال جاری دستگیر شده اسکندرov سلیمان $14000 کپیورهای قلبکی را به خاطر به معاملات برآوردن قبول نموده به رفیقش گلمحمد اسکندرov داده است. گلمحمدov اسکندر باشد به خاطر عملی ساختن این کردار جنایتی رفیقانش شکور فردوس و ایگمقولov ساربان را جلب نموده یک قسم آن را به خارج کشور و قسم دیگرش را که مصادره شد در مرکزهای دلخوشی و دیگر مکانها به معاملات برآوردند. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه به ضد این 4 نفر دستگیر شده بر اساس قسم دوم ماده 281 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده آنها را به حبس پیشکی گرفتند. به این 4 نفر برای به معاملات برآوردن مقدار بزرگ پولهای قلبکی همچون مجازات از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای به معاملات برآوردن اسعار قلبکی زیاد به نظر می رسد. روز 19 اپریل مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 جوان در نورک با $7800 قلبکی خبر داده بود.